پیام یک ژانری مخصوصی ادبیات سیاسی است. در حالتهای فوق‌العاده یا هر سال یک بار یا در یگان وضعیت رهبران کشورها به پارلمان مراجعت میکنند و اصلا این مراجعت به ملت و به شهروندان همان کشور است. در همین 30 سال من ندیدم که یگان بار رحمانوف یک پیام مشخص، یک پیام خاطرنشان داشته باشد. بسیاری پیام های او از دروغ، پند، ناراستی، کذابی عبارتند. امسال در سال 2023 امام علی رحمان چی گفت و ما چی شنیدیم؟ درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا برلین و من دادا جان عطاالله. یک واهمه پیام امساله امام علی رحمانوف یک به نظر خودش یک خبری خوش، یک خبری فرح‌افزا داشت که این از 30 تا 40% زیاد کردن نفقه، معاش، ادرارپولی یعنی استیپندیا می باشد. میخوام که یک بار همین حساب میانگین درآمدی یک نفر را در کشورهایی که به ما نزدیک هستند مقایسه کنیم. روسیه $780، قزاقستان $650، ترکمنستان $383، ازبکستان $231، تاجیکستان $157. در همین منطقه آسیای میانه هم ما از همه در همین روی خط هم در درجه از همه آخر میستیم. میخوام در این باره یک چی به مشاورای رحمانوف گویم که با رقم ها بازی نکنند، با واژه های مردم را فریب نکنند. باید آنها دانند که سبد مصرفی خانواده یا که سبد کالا و به روسی میگویند پاتریبیتسکای کارزینه در تاجیکستان از چه عبارت است و همین باید چند سامانی را تشکیل کنند. در آن صورت ما میتوانیم گوییم که خلق ما زندگی خوب دارد یا زندگی بد دارد. رو میاریم به رقم ها. یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی 360 سامانی. در بدخشان از 400 هم نرخ بلندتر است. 1 کیلو گوشت گاو 65 75 تا 80 سامانی. روغن 5 لیتره 75 سامانی. 30 دانه تخم 27 سامانی. میوه ها از 5 تا 50 سامانی. از روی معلومات کارشناسان از همه نرخ‌های گران در تاجیکستان کمبغل و نادار هستند. من میخواهم که آنهایی که لافی اقتصادانی، لافی وزیری، لافی مشاوری دارند به همین مردم تاجیک یک بار گویند که سبدی همین استعمالی برای یک شهروند تاجیکستان چند سامانی را تشکیل میدهد. به غیر نان و آب و روغن و پیاز و این و آن، باز برای یک انسان دارو لازم است، لباس لازم است، پای افزار لازم است، شیرینی لازم است، چای لازم است، قهوه لازم است، برای بچه‌هاش کتاب و دفتر لازم است. باید که یکونجا سفر کند، برای موی سرگیری، برای حمام برای وی پول در کار است، برای خمیر دندان پول در کار است و ده ها نشان داده های دیگر که اگر همه این را به هم بیاریم این نکم از $300 می شود. یک گپی راست، امام علی رحمان در همین پیامش غیر چشم سرش را از کاغذ بیرون کرده گفت ما ننگ و ناموس داریم که زنای و مردهای ما در غریبی کار میکنند، در هجرت هستند، اذیت میکشند، ما هر روز مرده های قبول میکنیم. و از دهانش یک گپ عجایب هم برآمد. ما راهبران از بالا تا پایان همه فقط فکری نفس بد خود را میکنیم. به نظر من این سخنه به زبان امام علی رحمان فرشته ها موندن و شاید مشاورای وی که در همون تالار می نشستند در این لحظه ها ترک کرده باشند. ببخشید.
من شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. اکنون رحمان امام علی رحمان در همین سخنرانیش نمیگوید که کی 4 میلیون شهروندان تاجیکستان را گریزه کرد، کی مردمی تاجیک را بدبخت کرد، کی به تاجیک سبب گرفتن تمغه روشن و جمشید شد. چرا از خانواده رحمانو، از جنهای رحمانو، از فرزندان رحمانو یک نفر مهاجر نیست؟ چرا اونها در بهترین ماشین ها میگردند؟ چرا اونها حتی اسب اونها میز سای و تربوز و بلای بتر میخورد؟ لیکن کودکای تاجیک از گرسنگی، از نرسیدن ویتامین ها، اصلا حاضر یک تاجیک ممکن بعد چند سال تاجیکستان مشکل کشور لیلیپوت ها شود. و مسئله اساسی هم در همین پیام انتظار مردم از آن بود که یک راهنمایی برای سال نو میکنند، اما باز رحمانوف مردم را به همون کوی فریب، به سوی مکر و به سوی سخنبازی و واژه‌بازی و حرفبازی و افسانه سازی برد. اعضای حکومت رحمانوف همه چیز دارند: ماشین ها، قصرها، معشوقه ها، لباس های زیبا، اما برای اونها عقل نمیرسد. عقل یک چیزی نیست که من هم از یک سوپرمارکتی گرانبهای لندن، پاریس یا برلین خرم و به آنها فرستانم. شما ببینید رحمانوف چی میگه در این پیامش؟ زنان و مادران را احتیاط کنید. این چی است؟ این چه معنی دارد؟ گویا که مردم تاجیکستان نمیدانند که زنان و مادران را باید احتیاط کرد. همین یک گپ خنده آوره. دیگه اینا میگرن تاب میدن که گویا که امام علی رحمان به لقمان حکیم بدل شده باشد یا به سعدی شیرازی که یکی نصرنامه ها میگوید. وقتی که میگوید که زنان و بانوان تاجیک را احتیاط کنید، باید بیگاه به خیابان‌های دوشنبه براید. باید ببیند که دختران تاجیک را اجنبی ها چطور برای یک شب میبرند برای همخوابگی. باید به سامانه ها، رسانه های خارجی نگاه کند که تاجیکستان را همچون کشور ارزانترین سکس توریسم مردم میشناسند. وقتی که این درباره بانوان و زنان گپ میزند، باید درباره هراسمنت این کلمه، این واژه شاید رحمان و مشاوره رحمان ندارند، شاید خریگری گمان کنند، بگذار همین هم باشد. لیکن یک زنی که یک بانی که در یگان اداره کار میکند، رحمانو و همشهریان رحمانو مجبور میکنند که این بانو و این زن با اینها همخوابه شود. یگان وقت در یگان دور زمان قدر زنی تاجیک، قدر بانی تاجیک اینقدر پست و ذلیل نبود. امروز زنان تاجیک در انتظار فرزندانشان هستند. امروز بسیار عائله ها ویران میشوند و بسیار بیماری های روحی زنای تاجیک گرفتار میشوند. غم اینایی کی میخورد؟ به جای در این باره گپ زدن، رحمانوف درباره من نمیدونم پریک های و کوه های و سبززارهای کیمچه ها گپ میزند. همین یک چیز است، یک حکمت وارایی که میگویند در کنش غیرنی جیرنی گوزیدن با هزاغان. و باز همون نصیحت فرسوده، باز همین سالم، همین دفعه همین نوبتم نشرمیده رحمان به مردم مراجعه میکنه که برای 2 سال
محصولات ذخیره کنیم. از کدام پول در کجا پولی مردم امروز به خودش به خراجات امروزش نمیرسه. برای 2 سال در کجا باید کارتوشکای و گندم و من نمیدانم آرد و شکر و قند و بالای بتر نگه دارد. این یک. دوم، امروز مردم اینقدر احتیاجمند هستند که مردم همه از همدیگر قرض میخواهند، همه در پیش همدیگر زبان کوتاه هستند. برای یک مرگ آن روزی نیست که میمیرد، جان از بدنش میرود. برای یک مرد، یک انسان، یک زن فرق ندارد. سخت‌ترین روز همون روزی است که به دروازه، پنجره یا در یک کس تق تق میکند و برای خودش قرض میخواهد، پول میخواهد. و این طلبندگی بدبختانه امروز به یک مریضی، بیماری بدل شده است که یگانه راه تبابتش خیرباد با حکومت امروز است. یک بی‌حیایی. حالا پیام تمام نشده، پیام آغاز نشده. در رستوران ها، دانشکده ها، داروخانه ها، در مسجد ها، در کوچه ها، در رسته ها، در بازار ها، در دفتری تاجران مردم مجبور میکنند که در پیش تلویزیون ها نشینند و پیام جناب عالیشان گوش کنند. من حیران میشوم و تو همین خیلی گپ زن که مردم خودش تشنه شنیدن سخن تو باشد. این مثل آن است که خلق میگیره به یک کنسرت میبره که در صحنه یک میمون بازی دارد. میگه بابا من میمون دوست نمیدارم. نمیگه تو باید همین میمون تا آخر گوش کنی. و تمام تاجیکستان پیام گوش میکنند. از این پیام گوش کنی ها مردم فقط یک سود گرفتن. همین یک شبانه روز برق نکشتن. و واقعا درباره برق اینقدر از محبت به خلق، از صلح و وحدت گپ میزند، اینقدر درباره غمخوری گپ میزند که گویا که از این در دنیا مرد دلسوز، مرد دلافکار، مرد سوخته جگری نیست. لیکن در همین روزها در خانه های مردم برق نیست، در بیمارخانه ها برق نیست، این برق به طالبان میفروشد. در همین در همین پیامش سالهای پیشتر یک چی میکرد؟ لطف و کرشمه گاه به سوی امریکا، گاه به سوی روسیه، گاه به سوی کشورهای دیگر گپ میزد. این سال فقط درباره افغانستان و فلسطین گپ زد و باز هم میخواد که مردم تاجیکستان را ترساند که خدا نکنه شما بیدار شوید دیگه ما یا فلسطین میشیم یا افغانستان. اما چند وقت پیش گویا که ضد طالبان بود، امروز به طالبان دوست بهترین و به طالبان برق میفروشد. این عیب است که وقتی که در خانه خودت فرزند خودت گشنه است و تو نان خودت را میبری به همسایت میدهی. این نامش حماقت است. دیگر نام دیگری به این پیدا کردن نمیشود به جز حماقت. یک قصه اینا تمام. شما گمان نکنید که پیام با همین تمام شد. نه، اکنون 1 سال مداح‌ها، چاپلوس‌ها میروند از شهر به شهر، از قشلاق به قشلاق، از شهرستان به شهرستان درباره همین پیام گپ میزنند که این پیام چه سخنهای عالی جناب داشت و چه سخنهای حکیمانه داشت. باز هم همین درد، باز هم به مردم درد سر میشوند. برای چی؟ هر بار که یک گروه میباید اونها باید خوران، پولی رهشانه، پولی مهمانخانه‌شه، پولی مشتریش با احساب خلق جمع میکنن و به همین میتن. و من حیران هستم که آنهایی که خودشون را روشن فکر میگویند درباره پیام شعر می نویسند. من ملت دیگری را نمیشناسم که درباره یک سند از جمله درباره پیام پرزیدنت داستان و مدحیه و شعر و حکایه و رمان نویسد. و اینم بدبختی ما است. در همین جا به صحبت خود پایان میرسانم و شما عزیزان شنوندگان و بینندگان این برنامه را با سال نو تبریک میگویم. شما برای من جناب عالی هستید، شما برای من والا حضرت هستید، شما برای من اعلی حضرت هستید. ما با شما انشاءالله تاجیکستانی نو را میسازیم. و در آخر هر کس در سال نو آرزویی میکند. من از نام خودم، از نام تیم وطندار یک آرزو دارم که
سال دیگر بابای برفی بدون رحمان به کشور ما بیاید. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه.